این پوستسازی فوق العاده خوشگل که هیچ فیلتری نداره و دقیقاً مثل فیلترهای اینستاگرام شده و صورتتون رو زاویه دارم کرده، توی این ویدیو 0 تا 100 رو بهت آموزش دادم. اول از همه از یه آبرسان خیلی خوب استفاده کن. آبرسانی که من انتخاب کردم برند آراکسینه و باعث میشه کرم پودر خیلی رو صورتتون خوب بخوابه. آبرسان 48 ساعتمو کامل روی صورتم میزنم. وای میسم یکم جذب بشه، مخصوص انواع پوستم هست و فاقد چربیه. یکم پرایمر میزنم. پاور بالاترین کرم پودری که دارینو بزنین. کرم پودر رو فقط با دست روی صورتتون پخش کنین. لایه اولو میزنم، با پد بلندش میکنم. لایه دوم دوباره با انگشت پخش میشه و با پد بلند میشه. اسپری فیکس میزنم. کانتور اینجا، قسمت گونه، لبتون رو قنچه کنین. برای زاویه سازی فک، زیر فک و بینیتون به سمت بالا، فک به سمت پایین، این قسمت هم به سمت پایین. روژگونه فقط روی سیب گونه. با براش به سمت بالا بلند میشه. میریم سراغ کانسیلر. اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. این قسمت وسط پیشونی. خیلی آروم سر جای خودشون بلند میشن. پودر فیکس برای قسمت هایی که کانسیلر زدی. اینجا، زیر چشم، کنار بینی، این قسمت پیشونی. بعد 5 دقیقه با براش پاکشون کن. حالا کانتور خشکتو بردار. این قسمت، اینجا، زیر فک و پیشونی. این هم پوستسازی فوق العاده خوشگل ما که شما فکر میکنین فیلتره ولی ذره فیلتر نداره. تمامی اطلاعات این آبرسان خفنو توی کپشن براتون نوشتم و جایی که میتونین ازش تهیه کنین. دوستتون دارم. این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین. بوس بهتون.